به نام خدا. سلام شد دوستان عزیز. خب خیلیاتون فکر میکنید که اگر با سیم هر جوری که انتهای کار رو تموم کنید ریسه هاتون بهترین ریسه هستش که ارائه دادید. نه، شما باید خیلی دقت کنید که سیمتون حتما مخفی بشه و اگر موقعی که مخفی هم میکنید زیاد دور نزنید که تو همون دور زدن هم زیاد باشه دوباره باز به مشکل میخورید. اینجا من اینجا یه ریسه ای رو دارم، انتهای سیمش قشنگ دست منو زب میکنه که من اصلا از این کار خوشم نمیاد و این ریسه رو، این قسمتش رو باز میکنم. اصلا سیم و انتهاش شکسته، ببینید سیم رو اومده انتها رو قطع کرده و یک کار اشتباهی رو انجام داده. هر دو طرف سیم باعث میشه که هم توی مو گیر کنه. اینقدر جالبه یاد گرفتن همشون ولی متاسفانه باز کار خودشون رو انجام میدن. وقتی نمیخوای یاد بگیری خب رشد نمیکنی و همون سبک قدیم رو انجام میدن. حالا من اینجا چون پایه هایی که زده خیلی بلنده مجبورم که یه پایه دیگر رو هم باز کنم که ساقه اضافه داشته باشیم برای تاب دادن. خب من یه دونه دیگرم باز کنم که دیگه خیالمون راحت بشه، چون سیم میدونین وقتی باز بشه از اون حالت اولیه بیرون میاد و احتمال شکستن داره. خب میام سیم رو ببینید، قبل از اینکه سیم کوتاهی رو دور بزنم سیم بزرگی رو انتهای کارم ایجاد یه حلقه میکنم. یکم حلقش زشته که به خاطر سیم باز شده داره پوست ول میده. خب حالا میام اینجا این سیم بزرگ رو شروع میکنم دور میزنم تو حالت خود تاب ریسه. خب و نمیخواد زیاد دور بزنید، در حد همون یک بار کافیه و انتهاش رو با دمگردم به خوبی فیکسش میکنم و ما همون سیم کوتاه رو هم به همین روش مخفی میکنیم. ببینید میارم نزدیک، ببینید سیم یه ذره در حد 2 میله و انتهای کار رو مخفی میکنه. وقتی دست میکشم من انتهای این کار رو ببینید اصلا احساس زبری نمی کنم. اگر فقط این قسمت دیدید برجسته میشه یه ذره با دمگردتون میتونید بخوابونیدش ولی دیگه زبر نیست، یکم برجسته است که اینم چون سیم من اینجا تاب دوم میخوره به این شکل بیرون میاد. سعی کنید تمام ریسایی که میزنید حلقه انتها و شروع رو داشته باشه که آرایشگری که هنوز تازه کاره و وارد این کار میشه شاید نتونه که ریسه رو همون حالت معمولی نصبش کنه، ولی وقتی که حلقه رو داشته باشه به راحتی میتونه این کار رو انجام بده. و اینکه حلقه هاتون هم میتونید مخفی بزنید، حتی همین انتهای کاری که من الان مخفی نشده میتونید همینجا مخفی بزنید. خب اگر سوالی چیز دارید بپرسید.